میشه از صفر برنامه نویسی رو شروع کرد و 6 ماه موفق شد. بریم با هم راهش رو ببینیم. توی ماه اول باید یه زبون برنامه نویسی رو انتخاب کنی، مبانیش رو یاد بگیری و حسابی تمرین کنی. ماه دوم رو اختصاص بده به تمرینای یکم سخت‌تر. برنامه‌های ساده بساز، ورژن کنترل و گیت هاب رو هم حتما یاد بگیر. ماه سوم رو بذار برای پیشرفت بیشتر. سعی کن یکی یا دو تا پکیج و پروژه‌ای که استفاده میشن و کاربرد دارن رو پیدا کنی و خودت از اول بنویسیشون. ماه چهارم ماه تخصصه. زمینه کاری که زبون برنامه نویسیت رو به خاطرش انتخاب کردی رو شروع کن. باید خودش و چیزای مربوط بهش رو یاد بگیری. ماه پنجم مثل ماه سوم. این ماه باید پورتفولیو بسازی. سعی کن دو سه تا ابزاری که تو تخصصت استفاده میشن رو بازنویسی کنی و یه دونه پروژه شخصی خوب بزنی. یادت نره رو گیت هابت بذاریشون. ماه ششم هم که دیگه آخر راهی. رزومه بساز، سر رزومت از بقیه مشورت بگیر و بهترش کن. بعضیا میتونن این فرآیند رو سریعتر طی کنن و بعضیا هم کنتر. مهم اینه که با سرعت مناسب خودت پیش بری، نه این برنامه. فقط پیوسته پیش برو، نه نوسانی. آماده شروع کنیم؟ کمکی خواستی هم میتونی تو کامنت ها بپرسی یا دایرکت پیام بدی. خانه پنجم رو با هم دیگه دیدیم. تو خانه ششم میریم سراغ مهارت های لازم برای رشد و پیشرفت شغلی.